الرحمن الرحیم. اولین مجموعه‌ای که باید خدمت دوستان معرفی کنم مجموعه عهد قدیمه، ولی قبل از اینکه عهد قدیم را خدمتتون معرفی کنم به 3 نکته مقدماتی اشاره خواهم کرد. نکته اول اینه که مجموعه‌ای از نوشته‌های کوچک و بزرگی که بخشی از مسیحیان و یهودیان بهش اعتقاد دارن را ما بهش میگیم کلاً عهد جدید و عهد قدیم. یعنی مجموعه کتاب مقدس اون بخشیه که بخشی از یهودیان بهش اعتقاد دارن که میشه همون عهد قدیم و بخشی که مسیحیان بهش اعتقاد دارن که میشه همون عهد قدیم و عهد جدید. این نکته اول. نکته دوم اینه که این واژه عهد قدیم و عهد جدید بعد از میلاد حضرت مسیح صلوات الله و سلامه علیه وضع شده. مثلا واژه عهد قدیم را اسقف شهر ساردس در 80 میلادی وضع کرده و ترتولیانوس در سال 200 میلادی واژه عهد جدید را. به خاطر همین این در سنت مسیحی بیشتر که بهش میگن عهدین یا عهد قدیم و عهد جدید. خب با توجه به این نکته بنده وارد اولین بحث از عهد قدیم میشم. درباره عهد قدیم میشه گفت که این عهد قدیم در اصل به زبان عبری بوده ولی بعدها به زبان یونانی نیز ترجمه شده. به خاطر همین ما میتونیم بگیم که ما 2 نسخه از عهد قدیم داریم. نسخه اول که نسخه اصله و به زبان عبرانیه و نسخه دوم که به زبان یونانیه. نسخه عبری که مشهور به کتاب مقدس عبرانیه ولی نسخه ترجمه یونانی معروف به نسخه سبعینیه است یا هفتادین یا این که مثلا گفته میشه هفتادانه. این تعابیری که تو بعضی از متون دیده میشه. پس نسخه یونانی نسخه سبعینی است که حالا اساس تقسیم بندی هم که بنده خدمتتون عرض میکنم همین نسخه است که نسخه مشهورم فعلا همینه. اولین مسئله‌ای که ما بهش برمیخوریم در عهد قدیم کتاب‌های پنجگانه توراته. درباره کتاب‌های پنجگانه میتونیم این نکات را خدمت دوستان داشته باشیم. این که ما یک تورات کتبی داریم و یک تورات شفاهی داریم. تورات کتبی همین اسفار پنجگانه‌ایه که در اول عهد عتیق موجوده. تورات شفاهی تلموده که این سینه به سینه نقل شده و نوعی تفسیر بر توراتیه که الان به صورت مکتوب برای ما هست. تورات مکتوب که اول عهد عتیق هست 5 کتابه. کتاب اول کتاب سفر پیدایشه، کتاب دوم سفر خروجه، کتاب سوم سفر لاویانه، کتاب چهارم سفر اعداده و کتاب پنجم سفر تثنیه است. پس ما این 5 کتاب را باید الان خدمت دوستان معرفی کنیم تا بگیم که مجموعه تورات را که همون تورات کتبی را خدمت دوستان معرفی کردیم. اولین کتاب سفر پیدایشه که میتونیم به نوعی کتاب سفر پیدایش را کتاب تاریخ قوم یهود بدونیم یا قوم بنی اسرائیل بدونیم، ولی به خاطر اینکه به تاریخ قوم بنی اسرائیل برسه بسیار از تاریخ طولانی تری شروع کرده و تاریخ عقب تری شروع کرده. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی میخواد تاریخ شکلگیری قوم یهود را توضیح بده میاد از خلقت حضرت آدم و حضرت حوا صحبت میکنه. یعنی شما سفر پیدایش را که باز کنید همین باب اول شروع میکنه در مورد خلقت آدم و حوا صحبت میکنه و بعد از اونه که میاد جلوتر و بعد همون داستان معروف رانده شدن آدم و حوا از بهشت را توضیح میده و بعدش داستان ماجرای نوح نبی و طوفان بزرگ را برای ما روایت میکنه سفر پیدایش. بعد از اینه که میبینیم که داستان حضرت ابراهیم شروع میشه. از اینجاست که دیگه داستان شکلگیری قوم بنی اسرائیل به صورت جدی روایت میشه. پس با داستان حضرت ابراهیم فقط یک نکته را باید دوستان توجه داشته باشن که در تورات قبل از اینکه حضرت ابراهیم حالا به اون شکل به پیامبری مبعوث بشه و اینها بهش در کتاب مقدس بهش میگن ابرام. در کتاب مقدس بهش میگن ابرام. به خاطر این حالا فقراتی هم که خدمتتون قرائت میشه از سفر پیدایش ابرام خطاب میشه حضرت ابراهیم.
در همین فقراته که داریم در هم سفر پیدایشه که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام 2 وعده میده، یک وعده سرزمین و 2 وعده نسل زیاد. فی‌المثل شما در سفر پیدایش باب 12 آیات 1 تا 8 اینطوری میخوانید: و خداوند به ابرام گفت از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پس ابرام چنان که خداوند بدو فرموده بود روانه شد و لوط همراه وی رفت و ابرام 75 ساله بود. هنگامی که از حران بیرون آمد و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و هم اموال اندوخته خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند برداشته به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به سرزمین کنعان داخل شدند. همینطور که از این فقراتی که از باب 12 سفر پیدایش خدمتتون قرائت شد برمیاد خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام 2 تا وعده میده، یکی وعده سرزمین و یکی وعده نسل زیاد. طبق چیزی که سفر پیدایش به ما میگه نسل حضرت ابراهیم علیه السلام از حضرت اسحاق که ادامه پیدا میکنه و حتی مسئله قربانی که پیش میاد حضرت اسحاق که به قربانگاه میره. این برخلاف روایت دوره اسلامیه که دیده میشه که حضرت اسماعیل علیه السلام که به قربانگاه میره و نسل از ایشون ادامه پیدا میکنه. در بعد از این که داستان حضرت اسحاق را روایت میکنه و بعد داستان ازدواج حضرت اسحاق و اینها مطرح میشه، به داستان طرد شدن هاجر توسط ساره است. این داستان دیگه خیلی داستان معروفیه که هاجر گویا مثل اینکه کنیز ساره بوده و بعد از این که بچه دار میشه حضرت ابراهیم از هاجر ساره حسادت میکنه چون بچه‌ای نداشته و از حضرت ابراهیم میخواد که ساره را با بچه طرد کنه و بعد سفر پیدایش هم همین داستان را روایت میکنه. بعد از این داستان وفات ساره، ازدواج حضرت اسحاق مطرح میشه و بعدش داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف و مهاجرت اسباط و فرزندان حضرت یعقوب به مصر روایت میشه و بعد از این سفر پیدایش با وفات حضرت یعقوب و حضرت یوسف پایان مییابه. پس ماحصل این در سفر پیدایش اینه که میخواد که داستان شکلگیری قوم یهود را روایت کنه سفر پیدایش، ولی میاد و از تاریخ دورتری شروع میکنه، از داستان خلقت حضرت آدم و حوا شروع میکنه و بعد در داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف و وفاتشون هم پایان پیدا میکنه و در این میان داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت لوط و دیگران را روایت میکنه. دومین کتابی که باید خدمت دوستان معرفی کنم کتاب سفر خروجه. سفر خروج هم همچون سفر پیدایش داستان قوم بنی اسرائیله. در این داستان پسران حضرت یعقوب که وارد مصر شدن و در مصر موندن. در همین فصل اول و باب اول آیات 6 تا 10 اینطوری نوشته شده که و یوسف و همه برادرانش و تمامی آن طبقه مردند و بنی اسرائیل بارور و منتشر شدند و کثیر و بی‌نهایت زورآور گردیدند و زمین از ایشان پر گشت. اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت. اینجا وقتی گفته میشه که یوسف را نشناخت منظور اینه که خدماتی که یوسف به مصر کرد را نادیده گرفت و به قوم خود گفت، اون پادشاه به قوم خودش گفت همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند، بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم مبادا که زیاد شوند و واقع شود که چون جنگ پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما هم داستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. طوری که دیده میشه در این روایت داستان به اسارت گرفته شدن قوم بنی اسرائیل را داره توضیح میده. سفر خروج داره این را برای ما توضیح میده که چطور شد که قوم بنی اسرائیل به اسارت رفتن.
قوم بنی اسرائیل اینطوری به اسارت رفتن که وقتی که تعدادشون زیاد شد و پادشاه در مصر هم عوض شد، پادشاه به این نتیجه رسیده بود که آقا تعداد اینها زیاده و اگر اینا تعدادشون زیاد بشه ممکنه اگر تهدید داخلی پیش بیاد اینها با تهدید داخلی هم داستان بشن یا حتی با دشمنان خارجی یا اصلا خودشون برای ما دردسر ساز بشن. به خاطر همین بود که پادشاه تصمیم گرفت که اینها را به نوعی به اسارت بگیره. در ادامه این چیزی که خدمتتون خوندم اینطوری اومده که داستان تولد حضرت موسی مطرح میشه. خب داستان تولد حضرت موسی خیلی داستان مشهوریه دیگه. فرعون اون موقع میفهمه که یک پسری به دنیا خواهد اومد که تاج و تخت اون را تهدید میکنه، دستور میده که تمام فرزندان ذکوری که دارن به دنیا اومدن یا مادرانشون آبستن هستن را از بین ببرن. مادر حضرت موسی یوکابد این بچه را در یک سبدی میذاره و به نیل میسپاره و بعد وارد این سبد به اذن خداوند وارد کاخ فرعون میشه و بعد فرعون موسی را در کاخ خودش بزرگ میکنه. این داستانیه که در اینجا مطرح میشه. بعد از این داستان پیش میاد که حضرت موسی با یکی از همون کارکنان قصر درگیر میشه و بعد اونا میکشه و به خاطر همین از مصر عزیمت میکنه و میره. داستانش باز دوباره به این قراره وقتی که ایشون تشریف میبرن از اونجا اینه که میره و دختر یک کاهن را میگیره که در داستان قرآن ما وقتی که میبینیم قرآن داره این داستان را برای ما روایت میکنه، داستان حضرت شعیبه که دختران حضرت شعیب رفتن که آب بردارن، بعد حضرت موسی این را از دور میبینه که دیگران به اینها نوبت نمیدن، میره و براشون از چاه آب میکشه، به گوسفندانشون آب میده. اون دختر دعوت میکنه که بیا و پدر ما را ببین. در تورات اینطوریه که در سفر خروج اینطوریه که یک کاهنه، ولی در قرآن حضرت شعیب مورد بحثه. بعد از اینکه حضرت موسی با یکی از دختران حضرت شعیب یا همون کاهن ازدواج میکنه، خداوند یک روزی که حضرت موسی داشته گوسفندها را به بیابون برده بوده، یک گوسفند از دستش فرار میکنه، دنبال اون گوسفند میره، به سرزمینی میرسه، میبینه که یک بوته آتیش گرفته و اون بوته اینطوری خطاب میکنه حضرت موسی را که کفشات را در بیار، به وادی مقدسی وارد میشی. این هم در تورات هست هم در قرآن. فقلعن علیک انک بالوادی المقدس طوی، کفشات در بیار، به وادی مقدسی وارد شدی. اونجاست که به حضرت موسی علیه السلام خداوند مأموریت میده که به نزد فرعون برو و بگو که قوم من را آزاد کنه. اینجا منظور از قوم من قوم بنی اسرائیله. خداوند قوم بنی اسرائیل را به قوم من خطاب میکنه. در جاهای دیگه تورات و کتابهای دیگه عهد عتیق هم دیده میشه که تحت عنوان قوم من خطاب میشن قوم بنی اسرائیل. حضرت موسی با 2 معجزه به طرف فرعون میره. اون 2 معجزه هم یکیش عصای حضرته که عصا را وقتی که مینداخت به یک اژدها تبدیل میشد یا به یک مار عظیم الجثه تبدیل میشد، و معجزه دوم این بود که دستشون را در رداشون میکردن، وقتی که در بیاوردن این دست نورانی بود که به ید بیضا معروفه. بعد از این که این مأموریت بهش داده میشه، به حضرت موسی علیه السلام داده میشه، باز همون وعده قوم و سرزمین تکرار میشه. در آیات 1 تا 10 باب 3 سفر خروج اینطوری نوشته شده: روزی هنگامی که موسی مشغول چرانیدن گله پدرزن خود یتران بود. یتران همون کاهنیه که دخترش را حضرت موسی گرفته که عرض کردم خدمتتون در قرآن همون حضرت شعیبه. ناگهان فرشته خداوند چون شعله آتش از میان بوته‌ای بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی‌سوزد. با خود گفت عجیب است، چرا بوته نمی‌سوزد؟ پس نزدیک رفت تا علتش را بفهمد. خدا فرمود بیش از این نزدیک نشو، کفش‌هایت را از پا درآور، زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای زمین مقدسی است. خداوند فرمود من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم.
حال آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. حال تو را نزد فرعون میفرستم تا قوم من را از مصر بیرون آوری. در اینجاست همون جملاتی هم که در قرآن، آیاتی که در قرآن هم هست که حضرت موسی علیه السلام میفرماید که خب من گفتارم درست نیست و نمیتونم درست صحبت کنم. بعد خداوند حضرت هارون را همراه حضرت موسی میفرسته که برن و فرعون را نصیحت کنن که قوم خدا یا همون قوم بنی اسرائیل را آزاد کنه. بعد از این میشه که حضرت موسی میره و در کاخ فرعون صحبت میکنه، معجزه‌های خودش را آشکار میکنه. فرعون انکار میکنه اینها را، عذابهای متعددی نازل میشه بر فرعون و فرعونیان، دریا خون میشه، ملخ میاد، وزغ میاد و حتی مرگ نخستزادگان میاد و اینها. بالاخره بعد از مرگ نخستزادگان که فرزند خود فرعون هم میمیره، فرعون راضی میشه که اینها را آزاد کنه و با موسی رها کنه که برن. وقتی که این کار را انجام میده، حضرت موسی این قوم را بر میداره و میبره تا نزدیکی های دریای سرخ میرسن و فرعون اینها را تعقیب میکنه، پشیمون میشه از اینکه اینها را آزاد کرده و میخواد بره گویا مثل که نوعی انتقام بگیره اصلا از اینها و اینها را برگردونه. وقتی که میرسن اونجا، اون معجزه شکافته شدن دریا رخ میده برای حضرت موسی و شکافته میشه و قوم بنی اسرائیل از اینجا رد میشن، از این رود رد میشن و فرعون و فرعونیان هم که میخواستن رد بشن تا وارد دریا میشن، این دریا به هم دیگه میاد و اینها کلا غرق میشن و از بین میرن و قوم خدا به این طوری نجات پیدا میکنه. بعد از اینکه اینها میرن و از دریا رد میشن، خب داستانهای دیگه‌ای پیش میاد که قوم بنی اسرائیل چه کارهایی که انجام نمیدن. مثلا موردی پیش میاد که حضرت موسی به عبادتگاه خودش میره، مدت 40 روز میمونه، اینها برمیگردن از اون عقیده‌ای که داشتن، گوساله پرست میشن و بعد حضرت 10 فرمان را میگیره و 10 فرمان را میاره با خودش و وقتی که این شرایط را میبینه دستور میده که یک صندوقچه‌ای بسازن که حالا به عنوان تابوت عهد یا هر چیزی شبیه این اسامی متعددی که گفته شده و این لوح‌ها را در اونجا نگهداری کنن. سفر خروج 40 باب داره که در 18 بابش موسی نقش یک رهبر را داره و از باب 19 تا پایان کتاب هم نقش رسالت و پیامبری را داره و با این بحث هاست که سفر خروج هم تموم میشه. سفر بعدی که باید خدمتتون معرفی کنم سفر لاویانه. سفر لاویان برعکس دو سفر پیدایش و سفر خروج دیگه بحث‌های قوم یهود نیست یا قوم بنی اسرائیل نیست، بلکه بیشتر درباره احکام دینیه و وظایفیه که قوم باید نسبت به خداوند انجام بدن. 10 باب اول شامل احکامی است که در رابطه با کاهنان و مسئله کهانت. 10 باب بعدی احکام مختلف فقهی و اخلاقی را در بر گرفته. باب 21 و 22 باز دوباره به کهانت و احکام کهانت برمیگرده و 3 باب بعدی به اعیادی میرسه که باید قوم بنی اسرائیل رعایت کنن. باب 26ش درباره اطاعت از خداوند و مجازات نافرمانی. باب 27 هم معرفی احکام فقهی را در بر داره. حالا بنده فی‌المثل یه بخشی از باب 26 سفر لاویان آیات 1 تا 6 را خدمتتون قرائت میکنم که با ادبیات سفر لاویان هم آشنا بشید. در اونجا میفرماید برای خود بت‌ها مسازید و تمثال تراشیده و ستونی به جهت خود برپا منمایید و سنگی مصور در زمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید، زیرا که من یهوه خدای شما هستم. سبت‌های مرا نگاه دارید، همین روزهای شنبه، و مکان مقدس مرا احترام نمایید، من یهوه هستم. اگر در فرایض من سلوک نمایید و اوامر مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید، آنگاه بارانهای شما را در موسم آنها خواهم داد و زمین محصول خود را خواهد آورد و درختان صحرا میوه خود را خواهند داد
و کوفتن خرمن شما تا چیدن انگور خواهد رسید. و حالا ادامه بحث که در این سفر مطرحه. پس ماحصل بحث در سفر لاویان بحث‌های عموماً احکام دینی و اعیادیه که باید بنی اسرائیل نگه دارن و مهمترین فقره‌ای هم که خدمتتون عرض کردم در سفر لاویان شاید همین فقره باشه، چون در اونجا خداوند داره مرتباً انذار میده قوم خودش را که بت نسازید، بت‌ها را نپرستید، تمثال‌ها را نپرستید، به اونها سجده نکنید و از اونها دوری کنید تا خداوند رحمت خودش را و برکات خودش را بر شما نازل کنه. بعد از سفر لاویان سفر اعداده. سفر اعداد در 4 باب اولش گویا سرشماری قوم بنی اسرائیله. در 4 باب اولش سرشماری قوم بنی اسرائیل و قبایل مختلفه. در 4 باب دوم در بردارنده حوادث تاریخی قوم بنی اسرائیل. بابهای 13 و 14 به مسئله سرگردانی قوم بنی اسرائیل اشاره داره. بابهای 15 تا 19 به بیان احکام مقررات کاهنان اشاره داره. باب 20 تا 26 حوادث قوم بنی اسرائیل که در بیابان اتفاق افتاده را روایت میکنه. در باب 27 خداوند به حضرت موسی دستور میده که یوشع ابن نون را به عنوان جانشین خودت انتخاب کن و در 3 باب بعدی احکام و مقرراتی را در باب موضوعات مختلف وضع میکنه و در باقیه ابواب هم که حوادثی که برای قوم بنی اسرائیل پیش اومده را بیان میکنه. حالا یک فقره از باب 27 آیات 18 تا 23 خدمتتون میخونم تا با ادبیات سفر اعداد هم آشنا بشیم. و خداوند به موسی گفت یوشع ابن نون را که مردی صاحب روح است گرفته دست خود را بر او بگذار و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشته در نظر ایشان به وی وصیت نما. این وصیتی که میگه به همون معناست که ایشون را به عنوان جانشینی خودت انتخاب کن. یعنی هم یک کاهن باید اونجا شرکت داشته باشه که اینجا کاهن همون العازار معروفه و بعد در حضور جماعت مردم این جانشینی را اعلام کن. پس موسی به نوعی که خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده. یوشع را گرفت و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمامی جماعت برپا داشت و دستهای خود را بر او گذاشته او را طوری که خداوند به واسطه موسی گفته بود وصیت نمود. این طوری بود که یوشع ابن نون جانشین حضرت موسی علیه السلام شد. در سفر تثنیه هم دوباره یک مقداری در مورد این بحث میشه و بعد در خود صحیفه یوشع ابن نون که به صورت مفصل‌تر گفتگو میشه. بعد از سفر اعداد سفر تثنیه قرار داره. این کتاب در از سخنرانی حضرت موسی علیه السلام که خطاب به قوم بنی اسرائیل داره. حالا میدونیم که بعد از این که حالا قوم گناه کردند و ناسپاسی خداوند را کردند، در همون بحث که در سفر خروج خدمتتون عرض کردم گوساله پرست شدن و اینها، قوم خداوند 40 سال در بیابان سرگردان بودن. حضرت موسی علیه السلام در کنار رود اردن یک گفتگویی با این قوم داره که این سخنرانی 3 محور اساسی داره. محور اولش بازگویی تاریخه، محور دومش تکرار قوانین اصلیه و محور سومش اخطارهای شدید نسبت به نافرمانی‌هایی که نسبت به یهوه این قوم ممکنه انجام بدن. بنده یک فقره ای را از سفر تثنیه خدمتتون میخونم که با ادبیات سفر تثنیه هم آشنا بشید. در باب اول سفر تثنیه آیات 1 تا 5 اینطوری آمده: این سخنانی که موسی به آن طرف اردن در بیابان عربه مقابل صوف در میان فاران و توفل و لابان و حزیرود و دیزهب با تمامی اسرائیل گفت. اینجا داره یک سرزمین یا توصیف میکنه که حضرت در کجا قرار داشته و این سخنرانی را گفته. ولی نکته‌ای که شاید مهم باشه در سفر تثنیه اینه که در باب آخر سفر تثنیه خداوند به حضرت موسی میگه که تو سرزمین موعود را فقط خواهی دید ولی از آن سرزمین عبور نخواهی کرد. یعنی همین سرزمینی که الان خیلی معروفه که از نیل تا فرات، همین سرزمینی که وعده داده شده سرزمین پهناور، سرزمینی که در آن شیر و عسل روانه است، همین سرزمینی هم که الان اسرائیل داره براش میجنگه که بتونه اون را بگیره و سرزمین موعود را فتح کنه.
و حاضرن به خاطرش خیلی خونها ریخته بشه. همین مسئله سرزمین خیلی مهمه که در باب آخر همین سفر تثنیه خداوند به حضرت موسی علیه السلام میفرماید که تو فقط میتونی اون را ببینی ولی از اون نمیتونی عبور کنی. اون کسی که از این قوم را عبور میده یوشع ابن نونه. خب اگر بخوام یک جنبندی داشته باشیم در مورد اسفار پنجگانه تورات، اینه که این اسفار سفر پیدایش و سفر خروج بیشتر به تاریخ قوم بنی اسرائیل میپردازند و سفر لاویان بیشتر احکام دینی را مطرح میکنه. در سفر اعداد هم همین احکام تکرار میشه و به نوع سرشماری قوم یهوده یا قوم بنی اسرائیل. شاید مهمترین مسئله‌ای که در سفر اعداد مطرح میشه جانشینی یوشع ابن نونه که خداوند دستور بده به حضرت موسی که یوشع ابن نون را به عنوان جانشین خودت انتخاب کن. و بعد از اون سفر تثنیه را داریم که در سفر تثنیه حضرت بعد از اینکه حالا 40 سال اینها سرگردان بیابان و اینها بودن تصمیم با اونها سخن میگه و در اونجاست که دیگه روایت میکنه که حضرت موسی علیه السلام از دنیا میره و جانشینش یوشع ابن نونه که قوم را قراره به سرزمین موعود برسونه. انشاءالله در جلسه بعد در مورد تاریخ و کتاب‌های انبیاء متقدم گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.